سلام دوستای عزیزم، بریت آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید. من امروز قصد دارم روش خیسوندن و دم کردن برنج ایرانی به سبک تبریزی رو آموزش بدم. لطفاً با من همراه باشید. ابتدای کار داخل یه ظرف مناسب من نیم کیلو برنجم رو ریختم. برنجم خشک هستش همونطور که میبینید و داخلش آب میریزم. جنس برنج از نوع درباری هستش و من اینو با مقداری آب خیسش میکنم و همونطور که تو تصویر میبینید کاملا با دستم تکونش میدم و بعد آبش رو بیرون میریزیم. ما این کار رو چند مرتبه انجام میدیم، شاید مثلا 3 مرتبه 4 مرتبه لازم باشه این کار رو انجام بدیم. این کار باعث میشه که آبی که در نهایت ما با اون برنج رو خیس میکنیم حالت شفافتری داشته باشه و کیفیت برنجمون در نهایت بهتر بشه. بعد چند مرتبه تعویض آب برنجمون میبینید آب حالت شفافتری این بار داره و ما برای نیم کیلو برنج حدود این اندازه سنگ نمک داخلش میندازیم که برای خیس خوردن بهترش کمک میکنه. اگه سنگ نمک نداشتین میتونه از نمک معمولی داخل کیسه استفاده بکنید. حداقل زمان خیس خوردن 2 الی 3 ساعته. برای نتیجه بهتر یه شب قبلش خیس بکنید. حالا ما برنجمون رو داخل آبی که از قبل گذاشتیم و به جوش اومده میریزیم. سعی کنید برنجی رو که میخوایم بریزین حتما آبش رو بگیرید و داخل این آب جوشیده بریزید. برای نتیجه بهتر ما قابلمه رو نیمه باز میذاریم تا زودتر به جوش بیاد و کیفیت برنجمون خیلی خیلی بهتر بشه و بعد از اینکه به جوش اومد در به ظرف رو برمیداریم. بچه ببینید به این حد که رسید آماده هستش که آب کشی بکنیم. منتها برای برنج‌های مختلف فرق میکنه. بهتره که برنج رو با آب کاملا گرم آب کشی بکنیم تا کیفیت برنجمون بهتر بشه و برنج‌ها شفته نشن. بعد داخل قابلمه‌ای که از قبل روغن ریختیم و حالا نون یا سیب زمینی به عنوان تهدیگ چیدیم برنجمون رو بریزیم. همطور که میبینین من برنج رو طوری میریزم که برنج‌ها کاملا دوندون باشن و شفته نشه و فشاری به برنج‌ها وارد نشه. و بعد با یک قاشق یا حالا کفگیر برنج رو به سمت مرکز هدایت میکنم تا برنج به اطراف قابلمه نچسبه. و بعد این کره که ذوب کردیم رو به عنوان روغنداغ روش میریزیم. اگه کره نداشتیم میتونید از روغن زیتون یا روغن مایه هم استفاده بکنید. میذاریم که دم بکشه. حدودا بعد 1 ساعت برنجمون کاملا آماده میشه. ولی برای اینکه برنجمون زعفرونی بشه، زعفرون دم کرده توی این مرحله میتونیم بریزیم و بذاریم که برنجمون دم بکشه. حتما از شعله پخش کن استفاده کنید. دما رو خیلی پایین بیارید تا برنجمون بعد از 1 ساعت به خوبی دم بکشه. همونطور که میبینید برنجمون دم کشیده و من اونو توی ظرف مورد نظر میکشم. سعی کنید همونطور که میبینید افقی با کفگیر بکشید تا برنج به هیچ وجه له نشه و دونه دونه و خیلی عالی از آب در بیاد. همونطور که میبینید برنج زعفرونمون آماده است. بسیار بسیار خوش عطر و خوش رنگ و آب شده. برنج ها کاملا دونه دونه هستن، به هیچ وجه شفته نشدن. کیفیت بسیار عالی داره این برنج و کنار خورشتای بسیار خوشمزه ایرانی عالی و دلچسب میشه. دوستای عزیزم امیدوارم که این برنج رو تهیه کنید و ازش لذت ببرید. اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت بکنید. تا برنامه دیگه خدا نگهدارت.